شامتون بخیر باشد. برنامه اطلاعاتی خبرهای روز است. مستقیما روی موج رادیو موجر. امروز 31 دکبر آخرین روز سال 2020 است. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. تقریبا 7000 مهاجر تاجیک که حالا در تاجیکستان قرار دارند از کارفرمایان روسیه دعوتنامه پیشنهاد کاری دریافت کردند، اما تنها 462 نفر آنها تا امروز از شورای هماهنگی روسیه اوید به ورود به این کشور اجازتنامه ورود دریافت کردند. یادآور می‌شویم که شورای هماهنگسازی نزد حکومت فدراسیون روسیه اوید به مبارزه با پنجشنبه سرایت نو کرونا ویروس به مهاجران که از جانب کارفرمایانشان در روسیه دعوتنامه رسمی گرفته‌اند اجازت ورود می‌دهد، اما با سبب شدت گرفتن وضع اپیدمیولوژی آمدن آنها تابع شدن وضع موقوف گذاشته شده است. جانب‌های تاجیکستان و روسیه منتظر بهبودی وضع اپیدمیولوژی هستند تا به همه مهاجرانی که برای کار دعوتنامه گرفتند اجازه ورود به روسیه داده شود. در همین حال وزارت ساختمان روسیه رسما اعلام داشته است که در اکثر منطقه‌های این کشور از 25 تا 50% مهاجران کاری در بخش ساختمان کم گردیدند که به حساب میانه در سرتاسر روسیه 22% عمومی کارگران مهاجر را در بر میگیرد. سبب اساسی نبودن مهاجران در همه بخش‌های روسیه بسته بودن سرحدهای این کشور گفته می شود. ادامه خبرهای مجرد است. در روی موج رادیو موجر متخصصان بلند اختصاص خارجی می توانند به روسیه با اویله‌های خود به طریق ساده کرده شده آیند. فرمان داخلدار را رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین امضا کرد. گفته می شود برای این به خدمات فدرالی امنیت و وزارت کارهای داخلی رویخط‌های پیشنهاد کرده می شود که در آنها نشان داده خواهد شد که طبق این فرمان کدام نماد متخصصان بلند اختصاص خارجی اجازه ورود به روسیه را دارند. منبع همچنین توضیح می‌دهد که هنگام ورود به روسیه در حال حاضر از همه شهروندان خارجی شهادتنامه آزمایش منفی کووید 19 طلب کرده می شود. قید کردن به موارد است که چندین ماه باز این جانب روسیه به بحران نورسایی کادرها روبرو است، یعنی در دوره محدودیت ها اکثریت کلی مهاجران مهنتی روسیه را ترک کردند و امروز باشد در طبق معلومات رسمی مقامات روسیه نورسایی جدی متخصصان در بخش‌های ساختمان‌ها، منزلی و کمونالی، خدمت رسانی و خوراک عامه نمی‌رسند. پیش از پاندمی در چنین جاهای کاری مهاجران مهنتی بیشتر به کار جلب می‌گردیدند. در حال حاضر باشد حرکت منتظم هوایی بین تاجیکستان و روسیه برقرار نگردیده است و تنها از هر دو جانب پروازهای صادراتی و خود پروازهای چارتری عمل نموده ایستاده‌اند. مسئولین مقامات اویاسیون تاجیکستان چند پیش در صحبت به رسانه‌ها اطلاع داده بودند که گفتشنیدها اوید برقراری پروازهای منتظم با جمهوری‌های ازبکستان، چین و روسیه ادامه دارد و در آینده نزدیک از جریان ملاقات‌های برگزار گردیده با مقامات این کشورها به رسانه‌ها معلومات خواهند داد. شما آخرین خبرهای امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیو موجر میشنوید. در آغاز سال 2021 مقامات مخصوص ازبکستان و روسیه به تشکیل نمایندگی خدمات شناسنامه‌دهی و روادیدی نزد وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در ازبکستان به کار شروع می‌کنند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات وزارت شغل و مناسبت‌های مهنتی ازبکستان طبق اطلاع خدمات مطبوعات هیئت حکومتی ازبکستان و رهبریت وزارت کارهای داخلی روسیه در مسکو مسائل همکاری دو کشور را در ساحه مهاجرت بررسی کردند. پس از ملاقات درباره فرستادن گروه متخصصان به ازبکستان در اول سال 2021 برای تشکیل کار نمایندگی خدمات شناسنامه‌دهی و روادیدی نزد وزارت کارهای داخلی روسیه در ازبکستان سازش به دست آورده شد، گفتند نماینده وزارت شغل مهنت و مناسبت‌های ازبکستان. طبق اطلاع این وزارت هنگام اجرای سازشنامه‌هایی که در سفر قبلی هیئت ازبکستان به مسکو در ماه سپتامبر به دست آورده بودند، وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه مقام 50700 شهروند ازبکستان را که در روسیه غیر قانونی بود و باش دارند قانونی می‌گردانند.
در روسیه میمونیم. خبرهای آخرین امروزه تاجیکستان و جهان را میشنوید. با فرا رسیدن سال نو میلادی توجه نیز به آن مهاجرانی که در بازداشتگاه‌های موقتی نگهداری میشوند زیاد گردیده است. همین طریق در یک قطار منطقه‌های روسیه حامیان حقوق و نفران سخاوتپیشه به مهاجران در بازداشتگاه‌های موقتی برای نگهداری شهروندان خارجی قرار دارند تحفه‌های سال نو ارسال نمودند. از جمله از جانب مرکز حمایت حقوق مهاجران در مسکو تانک جهانی نیز چنین یک عمل خیرخانه راه اندازی گردید. محمد صابر حقوقشناس مرکز مذکور هنگام صحبت با بخش خبری رادیو مهاجر گفت که با دستگیری بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در مسکو، نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در جمهوری ازبکستان و چند از شخصان خیرخواه و مؤسسه دولتی بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر گوروفسکی ولایت مسکو یک مقدار معین مواد خوراک، داروباری و لباسهای گرم زمستانه انتقال دادند. طبق اطلاع داده شده حالا در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر گوروفسکی زیاده از 3 نفر شهروندان خارجی نگهداری میشوند که از همین مقدار تنها یک نفرشان شهروندان جمهوری تاجیکستان بوده، باقی مانده شهروندان الجزایر، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان و شهروندان چند از کشورهای آفریقایی میباشند. همچنین محمد صابرف گفت که حالا در بازداشتگاه موقتی برای نگهداری شهروندان خارجی در ساخر و 77 نفر، در چنین بازداشتگاه‌های ولایت‌های ولادیمیر 44 نفر، ایرکوتسک 29 نفر، سنت پتربورگ 85، ارنبورگ 24 نفر و در یکاترینبورگ 20 نفر شهروندان خارجی قرار دارند که به همه آنها نیز کمک‌های یک دفعه‌ای از قبیل مواد خوردنی، داروباری و مقدار معینی لباس‌های گرم زمستانه همچون کمک و تحفه ارسال گردیده است. یک خبر دیگر از مسکو داریم. در طول سالهای زیاد بار اول است که در عرفه سال نو در مسکو طربخانه‌ها، مرکزهای دلخوشی، باغ‌ها، میدانچه‌های یخمالک بازی بنابر پاندمی کرونا ویروس کار نمی‌کنند و چرابینی‌های عمومی برگزار نمی‌شوند. طبق قرار شهرداری در مسکو چرابینی‌های فراغتی عمومی برگزار نمی‌شوند. این قرار به شب سال نو نیز داخل دارد. باغ‌ها و میدانچه‌های یخمالک بازی نیز از شب یکم ینور نیز کار نخواهند کرد، گفته است معاون رئیس شهر مسکو الکسی نمیریوک در صحبت با رسانه‌ها. میدان‌های یخمالک بازی ساعت 22 شب 31 دکبر بسته می‌شوند و موافق جدول استراحت روز 1 ینور دوباره باز خواهند شد. میدان یخمالک بازی در میدان سرخ مسکو در نزد کرمل باشد. در روز آخر سال 2020 یعنی امروز 31 دکبر تا ساعت 19 شام بیگاه کار خواهد کرد. همچنین محدودیت‌ها در فعالیت طربخانه‌ها، مرکزهای دلخوشی و جایهای خوراک عمومی عمل می‌کنند که طبق آن کار چنین مؤسسه‌های خوراک عمومی از ساعت 23 شب تا 6 صبح امشب یعنی 31 دکبر منع کرده می‌شود. در همین حال معاون رئیس شهر مسکو الکسی نمیریوک هشدار داد که اجرای این محدودیت‌های نامبر شده از جانب ناظران مقامات روسپاتربنادزور، پلیس، روسگواردیا، دسته‌های تعینات مخصوص امان مقامات پلیس و روسگواردیا و دیگر ناظران خدمات‌های نظارتی نزد حکومت شهر مسکو در شب سال نو نظارت کرده می‌شوند. همچنین بازدید از میدان سرخ مسکو امروز 31 دکبر تا ساعت 18 شام تا حالا اجازه داده می‌شود و از همین لحظه بسته می‌گردد. بعد ساعت 18 بیگاه مقامات حفظی حقوق گشت و گذار در میدان سرخ مسکو را بنابر محدودیت‌های جاری شده باز می‌دارند. در عرفه سال نو سیر و گشت مسکویان منع است. قید می‌کند الکسی نمیریوک اما وارد شدن به مترو در شب سال نو یعنی شام امروز از ساعت 20 شب 31 دکبر تا ساعت 6 صبح 1 ینور سال 2021 به پول خواهد بود. شما نشر خبری را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. امروز 31 دکبر بود، آخرین روز سال 2020. آمدن سال نو میلادی برایتان مبارک باشد. خوشروزی ها و بردباری ها را تمنا می‌سازیم.